دیگر موضوعی که در اونجا اشاره شد مسئله همین صرف خرج. البته این کارهایی را که امروز زیاده روی را که ما میکنیم همه اینا از پیش خود مانه. اینا ما به دین نسبت نتیم. در دین برادران و خواهران گرامی، حتی ما یک 4 کتاب داریم. در همون 4 کتاب آمده است که گر تو ای خواجه بر لبی جویی، هست اسراف هرچی میشویی. حتی در لب دریا میگه اگر شیشتگی باشی، در همون جام که اگر وقت طهارت میکنی میگه همون جام آب اکنام که نگو که دریای کلانه هر خیلی که مثال خواستی شستن بگی. حتی در همون جا میگه صرفکاری که در همین کتاب 4 کتاب خودمان حتی با چند قدر آب طهارت کردن در کار، با چند قدر آب مثال غسل کردن در کار، حتی همون را چنکش آورده است. این دلالتی او را میکند که دین من همیشه صرفکاری را جانب دارد. از همه بالا آیت قرآن است: کلوا واشربوا ولا تسرفوا. بخورین بنوشین ولی اسراف نکنین، زیرا اینه که خداوند اسرافکار را دوست نمی‌دارد. برای این یعنی ما اینا در پیش عید داریم. بسیاری ما حقیقتا در همین عید ها بینیوت صرفهای زیادی میکنیم، خرجهای زیادی میکنیم. ببینید دیگر نرخها حتی از حساب همین زیاده روی و بفهمی ما نرخها حتی دیگر بگیم که حد آخر نداره. همه با عیب ما و شما هست. هیچ وقت دین، هیچ وقت اسلام، هیچ وقت بگیم کردار پیامبر، تاکید پیامبر این نیست که ما همین کارهایی را که امروز انجام میدیم. یا حاجی های ما مقصد از حج می آیند، چقدر ببینین کار تا حتی دیگر با موسیقی و دیگر با کرنه و با سرنه و دیگر قریب 100 متر پاانداز پرتافتن و دیگر پول پرتایی و قنفت پرتایی و آخر این کارها را همش میگم که همه اینها از بفهمی ما های، همه این بگیم از به عقلی ما هم بگیم ما خطا نمیکنیم. خیلی مادام از حج آمد خوش آمد، یک رکن حج در گردنش فرض بود، رفت حج کرد گشت آمد، تمام دیگر. خوب است عادت تاجیکی ما هم یکی میروان زیارتش میکنن میلش، لیکن زیارت معناش همین است که همون یک چند مقدار آبی آورده است، یگان پیالک آب بنوشد، خب دعا کو در حق حاجی و در حق جان خود خیز بره. دیگر دسترخوان پرتافتن و قریب 1 ماه دیگر همون خانه را بگیم اینقدر مثال زحمت و مهنت و بسیارش باور کنین. من زبان خودشان میشنم، بسیارش به خدا میگه از رفتگیم پشیمان شدم، یا بعضی‌هاش میگه نمیتونیم رفته، میترسیم که بیایم اینقدر مثال دسترخوان و اینقدر آب نان از کجا کرده میتونیم. برای همین این چیزها را میتونه خداتون میتونه همین چیزها را از بین برین. آخه هر چیز به ضرر ما به زیان ما چرا همراه ما و شما قبول داریم؟ و دیگر حج 1 بار در عمر فرضه. قرآن میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر کسی که امکانیت دارد 1 بار، همون حج فرضی، اما حج فرضی در رفتی و حج فرضی را از گردن ساقط کردی، در همین دوام حج عمرت هم بکن. همون جا هم حج عمره که هم حج فرضی تا بکن. بیا با همین اگر 100 سال دیگر عمر داشته باشی دیگر در گردنت فرض نیست، در گردنت واجب نیست. خوب میشید اگر تو مقصدت ثواب باشد، اگر در دوام با پولدارم که شوی، مثلا همون کعبه دیگر در همین ملک ما، کعبه بگیم در همسایگی ما، همون کعبه در بیمارخانه ها، همون کعبه دیگر در سیمخانه ها، در مسجد ها، ما میتونیم که دیگر با اون مبلغ ملت خودمان، مردم خودمان، وطن خودمان آباد کنیم. انشاءالله ما ثواب خیلی زیادی را به دست میاریم. بازم خداوند همتون نگهبان باشد و الله مهربان. آنچه گفتیم به خاطر میگویم غمخواری شما گفتیم، به خاطر مثال پشتیبانی از شما گفتیم، به خاطر دین گفتیم که این چیزها را شما درک کنید.
аллоҳ ҳаматан нигаҳбон бошад. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.